جانم فدای خاک ایران، از زاهدان تا تهران پیوسته ایران. بیا به ما ملحق شو با رمز ژینا، که خستگی نداره این نسل بیدار. از خون جوانان ما لاله دمیده، تو کل کوچه های شهر خون شهیده. فریاد آزادی زدن جوابش تیره، الان به پا خیز که فردا خیلی دیره. همه با یک صدا برای آزادی، دست تو دست هم برای آبادی. با مش فریاد بزن برای حق زن، ظلم فساد ستم حق تو فریاد بزن. نمون زیر ستم، همراه شو هموطن. ما باید بسازیم این سرنوشت رو با هم، که مش نمیدهد بهار از خانه ها درآیید. تو پاییز و زمستون برای راه آزادی. خیره خیره زل میزنم به چشمانت، که در قابی سیاه جا خوش کرده ای. از هزار سوی هزار پرسش لبریز می شود. شبها می خوابی؟ کابوس نمی بینی؟ غذای چرب و چیره آشپزخانه می چسبد؟ به هنگام دلبری کودکان شیرین بیت به صف نمی شوند در سر سرخوشت کودکان کار و بزهکار، کودکان گورخواب، کودکان زباله‌گرد و کودکان غرقه در خون با گلوله پاسداران آتش به اختیار. با نام قاسم الجبارین به سجده که میافتی، از فریاد مرگ بر رهبر به هم نمیریزی؟ در دریای مواج نفرت بیشمار مردمان و سینه پرکینه مادران آتش گرفته از داغ و شط خون جوانان ویران نمیشوی ضحاک؟ خون قی نمی کنی؟ گورزاد جوانخوار، هشدار، از این همه طناب حلقه یکی را، تنها یکی را زیر عبا نهان کن. برادرت آدولف تیزهوش برای روز مبادا باکی بنزین و جعبه‌ای کبریت در پستوی کاخ ذخیره کرده بود. طوفان در راه است، فرمانده درمانده. با سلام حضور شما بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران و همراهان همیشگی برنامه زنده ویژه خیزش مردمی و انقلاب سراسری ایران. خوشحال هستم که یک بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. شعری که تقدیم شد از رفیق مبارز و انقلابی رفیق حسن حسان بود که برای 4 سربهدار انقلابی که در خیزش انقلابی ژینا اعدام شدند سروده بودند. در برنامه امروز همراه هستیم با این عزیز گرامی تا نگاهی به انقلاب ژینا و سال 1401 بندازیم. رفیق حسن گرامی سلام و درود، خیلی خوش اومدید. درود بر شما رفیق عزیز، رفیقانی عزیز، درود به بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست. خب اون شعر رو شما زیباتر از اون چی که شاعر در خیال داشت به رسایی تمام اجرا کردید. درود بر شما. او را من تقدیم کردم به 4 عزیز کارگری که تصادفاً هر 4 تاشون کارگر بودن، به دار آویخته شدن توسط آدمکشان جمهوری اسلامی. شما قشنگ اجرا کردید، سپاسگزارم. در خدمت شما هستم رفیق عزیز. خیلی ممنونم، شما لطف دارید و بسیار سپاسگزارم که دعوت من رو به این برنامه قبول کردید. خیلی خوش اومدید.
رفیق حسن جان، خب ما میدونیم که یعنی همه دنیا میدونه که در نیمه دوم سال 1401 همه دنیا شاهد یک انقلاب بی‌نظیر و باشکوه بودند. انقلابی که به انقلاب ژینا یا زن زندگی آزادی نام گرفت که شعاری بود که بسیار بسیار میشه گفت در سطح دنیا طنیننده. طالبات سیاسی اجتماعی ما دیدیم که در شهرهای بسیار بزرگ جهان شنیده شد و طنین انداز شد. اگه شما بخواید نگاه اجمالی به انقلاب ژینا بندازید در سال 1401، البته به این 20 تقریبا میشه گفت 19 روز گذشته هم نگاهی خواهیم انداخت در ادامه برنامه. شما این انقلاب رو چطور میبینید و چطور ارزیابی میکنید؟ سپاسگزارم. عرض کنم نفرت انباشته شده 44 ساله است که بارقه‌هاش در 96 دیده شد و با کشتار عزیزان ما پاسخ گرفت و در 97 همینطور 98 قتل عام جوانان بود و سرانجام سرریز این انفجار در شهریور پارسال اوجی داشت، حرکتی داشت که واقعا ما را به دوره انقلابی کشانید. دوره‌ای که هرچند رژیم با سرکوب و با تلاش برای ساخت و ساز با جهان غرب که البته تا حالا موفق نشد، کوشید که به شیوه گذشته جنایت حکومت جنایتکارانه‌اش رو ادامه بده. مردم هم ما نشان دادن که این رژیم رو نمیخوان و حاضر نیستن به شیوه گذشته حکومت بشند. و بزرگترین اتفاقی که در 6 ماه جنبش خونین زن زندگی و آزادی در قتل مهسا ژینا اتفاق افتاد، شکستن ترس مردم بود و ایجاد ترس در هیئت حاکمه. مردم ترسشون رو زیر پا له کردن. هیئت حاکمه در کابوس ترس خودش خفه شده. این اولین برجستگی بود. دومین برجستگی که داشت که اینو در این مراسم های تدفین تلخ در سراسر ایران در بند و خورین میبینیم، اون قرآن خوانی و الله اکبر و این چیزهای صلوات و پلوات به تاریخ پیوست و کف زدن ها و سرود خواندن ها و حتی ما دیدیم پدران و مادرانی که بر مزار جوانشان رقصی چنین در این میانه میدان مارزوست میکنند و اینها نشان داده که انقلاب سر خاموشی نداره و داغ دیدگان حتی شانه خم نکردند، سر خم نکردند، بلکه استوار شانه رو در روی رژیم آدمکش ایستادند و عزیز دلشان رو به عنوان قربانی این انقلاب به مردمان بلا کشیده به نیروی کار و زحمت به ملل ساکن ایران تقدیم کردن. این یک اتفاق استثنایی و ویژه است که تاریخ خونبار ما به ویژه در این 150 ساله جنبش آزادی خواهی جلوه‌ای چنین تا حالا نداشته و همچنان که خودتون رفیقانی جان گفتید این 15 روزه هم که در سال جدید وارد شدیم نشان داده شده که مردم نه سر قصد ندارن به خانه برگردن، بلکه این جنبش به این اعتراض عمومی سر ایستادن نداره و این دونده هایی که دوی امدادی میدوند نیمه راه چوب رو به دونده تازه میدن. جنبش خیابانی چوب رو داده به جنبش کارگری، جنبش آموزگاران و معلمان و اونها امروز در صحنه هستن با اعتصاباتشون، با اعتراضاتشون. آرزو میکنم یک روزی بشه که این دوندگان با هم میدانها را مصادره کنند، هم رژیم رو، زندگی اقتصادی رژیم را چنان فلج کنند که مثل انقلاب 57 نیروی کار موفق بشه که شیشه عمر این آدمخواران، کارگر ستیزان،
زن ستیزان رو به ویژه به عهده بگیره. و آخرین کلام که برجسته ترین جنبندی این 6 ماه هست، نقش کلیدی و بی‌نظیر زنانه. اون جمله‌ای که پدر و مادر ژینا نوشتن بر مزارش نام تو رمز می شود، اون شد. و هزاران هزار دختر جوان در کنار برادران و رفقا و عزیزان پسرشون به میدان آمدند و گیسو افشان علیه ارتجاع حکومتی در اعتراض به پوشش اجباری میدان آمدن و صف اول این جنبش رو اونها داشتن، نه فقط در جنبش مدنی که در جنبش طبقاتی. که بخش بزرگی از نیروی کار هم اکنون زنان هستند. بنابراین در همه عرصه زنان پیشتاز بودند و پاسخ دادند به سرکوب ایدئولوژی که خشن هم نظام 50 ساله پهلوی، هم نظام 44 ساله ارتجاع مذهبی و زن ستیز میداندار صحنه هستند با آرزوی پیروزی. گذارم. خب اگه بخوایم که قطعا دستاوردهای بسیار بزرگی داشتند مردم ایران، چه در کردستان و چه در سایر مناطق ایران، اما اگه بخوایم به بارزترین این دستاوردها نگاهی بندازیم، شما این دستاوردها رو چطور میبینید؟ مخصوصا در حوزه زنان همونطور که اشاره کردین ما شاهد این بودیم که زنان سازمان دهندگان این انقلاب هستن و پیش قراولان این انقلاب هستن. شما این دستاوردها رو در چی میبینید؟ چگونه میبینید؟ شما این حضور زنان و جسارتشون به ویژه دختران جوان چنان بود که تمام نیروهای محافظه‌کار و زنانی که در بخش خاکستری هستند در حوزه هنر، تئاتر، اینا رو به میدان آورد و به دفاع کشاند و اونا حاضر شدند برای هوابازی با زنان در میدان هزینه بدند. شما این هزینه البته حرف میشه زد به راحتی، ولی در 2 نقطه ایران بیش از همه پرداخته شد. در کردستان قهرمان و در شهرهاش، تک تک شهرهاش، ایستادگی درخشان اساساً خصلت چپ با نه فقط شعار زن زندگی آزادی زمان، شعار نامکار آزادی داده شد. میادین مصادره شدند و رژیم خواست با سرکوب بسیار خشن بداره که نیروی کرد رو در رویش اسلحه بکشه، به اون بهانه قتل عام کنه هم کردستان رو و هم سراسر ایران رو. اون حوصله مقاومت انقلابی و به قول معروف صبر انقلابی کردستان عزیز این فرصت رو ازش گرفت و بنابراین شعار تجزیه طلبی رو یک بار دیگر به گورستان تاریخ سپرد، در پوزه این رژیم زد. دومین نقطه بلوچستان سوخته است، بلوچستان گرسنه است، بلوچستانی که زنان را سالهای سال از زویه رضاخان میرپنج تا به امروز به عنوان نیروی درجه 2، نیروی کار و نیرویی که بچه تولید کنه در پستوی خانه ها نگه داشته بودند. با باورهای مذهبی و تبلیغات بیوقفه زنان فوران کردند، به میدان ها آمدن و با طرفدار آزادی پوشش هستیم و هر شکلی از پوششی که خودشون تشخیص دادن با برادرانشون هم آواز شدن و کشتار و قتل عام اونجا هم با زیر همون اتهام کثیف تجزیه طلبی که الان نوه رضاخان میرپنج هم زیر نام تمامیت ارضی همون شعار کثیف رو قرار بعد از جمهوری اسلامی هم با خودش پرچم بکنه، اونجا هم این مقاومت صورت گرفت. و بعد همه شهرهای ایران، سراسر شهرهای ایران، به هیچ وجه خصلت اینجا و اونجا. ما جمعیت میلیونی داشتیم در کرج و نمیخوام الان نام ببرم، من حضور بینندگان ما روند 6 ماه گذشته رو به درستی و با خون دل البته دنبال میکردن. حقیقت قضیه است که دستاورد بزرگ ما این بوده است که
این رژیم قدرت مهار نداره. این رژیم رو میشه با اتحاد، با سازماندهی در هم شکست اراده تعرضشو. هر برگی که حکومتیان زدن از بسیج و سپاه و خود بیت رهبری و سید علی مکار آدمخوار، مردم اونو بر پادزهر علیه زدن. یعنی این آموزش و درس که جز مصادره میدانها، جز یک اعتصاب سراسری عمومی، جز گره خوردگی جنبش طبقاتی با جنبش مدنی و جنبش اجتماعی، این رژیم اختاپوس که سایه سیاهش از سر مردم کم نخواهد شد. به عبارت دیگر جز با یک انقلاب تمام عیار این رژیم افتادنی نیست. شما همین الان میبینید که در تلاش مذبوحانه است با بندوبست و واسطگی چین با عربستان جمع جور بشه، با آمریکا وارد مذاکره بشه، گروگان‌هایی که از مردمان بیگناه مردم اروپا و آمریکا گرفته با مذاکره و چانه‌زدی و باز کردن امکانات بگیره، با دولت عراق وارد در دست بشه. از اون طریق جنبش خلق کرد رو و جنبش نیروهای متلقی کرد رو که در اونجا بغر دارن زیر فشار قرار بده، با بمبارها و با ساخت و باخت. با این نمیخوام نام ببرم برای که عزیزان ما زیر اونجا هستن، نمیخوام آزاری ببینن. با ساخت و باخت این اتوریته و اون اتوریته مسیر و جهت مبارزه رو تنگتر کنه به نیروهای انقلابی ما در کردستان. خب اما هیچ جا موفق نشده. اون نیروها تونستن خودشون با وضعیت جدید خوشبختانه منطبق کنن و موقعیت خودشون رو به طور نسبی تثبیت کنن. ترفندهای عراق کارکرد کیفی نداشته، هرچند کارکرد کمی داشته، و جمهوری اسلامی موفق نشد با بدبستانهاش، هم جنبش کرد، هم جنبش بلوچستان و جنبش سراسر ایران و به ویژه کارگران و مزدور بگیران رو به زانو در بیاره. شما تصورش بکنید وقتی که ما میگیم جنبش فرهنگیان، یک گروه چپ نیست، یک جمعیت میلیونی سازمان یافته است با نهله‌های فکری متفاوت که هم غم نان دارن هم غم آزادی. جنبش ما یکی از ویژگی‌ها و دستاوردهای عظیمش پیوند و گره خوردگی جنبش ضد استبدادی و ضد استثماری بوده و این بایستی با سازماندهی، تداوم مبارزه، گره خوردگیش آنچنان باشه که فرصت جابجایی تنفس رو به دشمن نده. البته خوشحالم، بذار رفیقانی پرچالگی دارم میکنم، ببخشید منو، خوشحالم از این که این جنبش تداوم داره. یعنی مثل 50 با یه سوت بلبلی همه چی جابجا نشده. چرا؟ حالا به بخش دوم خواهیم رسید. برای اینکه فرصت اندیشیدن، فرصت رو گفتمانهای متفاوت را برای نیروی کار زحمت، برای ملل ساکن ایران به وجود آورده. گفتمانهایی از راست ارتجاعی سلطنت تا چپ انقلابی، چه در نیروهای سازمان یافتهشون، چه در نیروهای منفردشون. این گفتمانها داره کم کم به گوش مردم میرسه، راه حل‌ها میرسه و از اینجا قدرت آگاهانه انتخاب مردم بیشترین، بزرگترین دستاورد این 6 ماه بود که گفتمانها در سمت سوی شکل دادن خودشون دارن رو در روی نیروی کار زحمت فرصت به میدان آمدن میدن. هرچند یک بخشیشون مثل نیروهای چپ، نیروهای مترقی، امکانات رسانه‌ای و مدیایی رو ندارن به اندازه و پول حتی به اندازه‌ای که نیروی ارتجاعی سلطنت طلب، این مدیریت گذار و پدریت گذار و نفیر رضاخان میرپنج و تلویزیون اینترنشنال و اونها رو ندارن. ولی و حدی این اراده قویه که این فرصت به 1000 زبان این گفتمان به گوش مردمان ما میرسه. از جمله همینجا در تلویزیون شما همین تلاش شریف و تاثیرگذار ادامه داره.
ببخشید پرچانگی کردم. نه اختیار دارین، خواهش میکنم. خب ما مدتی قبل از 8 مارس بود که رژیم حملاتی رو شروع کرد رو به دانش آموزان، علل خصوص دانش آموزان دختر. اول از شهرهای بزرگ شروع شد و بعداً به شهرهای کوچیک و کردستان هم کشیده شد. اینکه دست زد به حملات شیمیایی و تا به امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم این حملات همچنان ادامه داره، حتی در سال جدید. و میدونیم که خیلی میگن که مواد شیمیایی که استفاده میکنه عوارض بسیار زیادی داره در آینده برای این دانش آموزان، از جمله و علل خصوص دانش آموزان دختر. و شاهد اینم بودیم که در دبیرستان‌ها فیلم‌های پورن رو نمایش میدادن به بهانه اینکه اونایی که در خیابون هستن میخوان که اوضاع ایران اینطوری بشه یا همچین چیزهایی رو میخوان. شما اینو در چی میبینید که رژیم اینقدر آگاهانه؟ همه میدونن که قطعا این کار خود رژیم هستش و به اختیاران رژیم هستن که این کار رو انجام میدن. شما دلیلش رو در چی میبینید با این همه گستردگی و در سطح تمام شهرهای ایران؟ رفیقانی عزیز، اولین چیزی که خیلی روشنه، رژیمی که مدعی است کوچکترین حرکت رو ذره‌بین گذاشته، دوربین گذاشته، دیده میشه و تحقیقات به اصطلاح سربازان مخفی امام زمانش تا رختخواب مردم ها جلو میره و به اصطلاح کشف میکنه، چطوره که سراسر کشور در سطحها در مدرسه و دبیرستان و دانشگاه این مسمومیت صورت گرفته و رژیم علی رغم ورزدنها و زرزدنهاش هنوز قادر نشده جمع جورش کنه. یک دور گفته 100 نفر گرفتیم، یک دور گفته عوامل فریب خوردن. این چطوری که یه بچه ای رو که در درگیری کرج میاد دفاع بکنه از مردم، اونجا یک بسیجی سقط میشه، بچه رو به دار آویزان میکنه، در یک هفته از یه هفته آویزان میکنه به دار. چند ماهی که چند 2 ماهی است که از این اسید پاشی سمپاشی ها و سم دادن تو غذا و چیزای شیمیایی پیچیده تری که همه متخصصین گفتن تولیدش امکان فردی نیست بلکه در امکان کلان این سم میتونه تولید بشه. خب این آشکار همچون که شما به درستی گفتید آتش به اختیاران رژیم با فتوای علی خامنه‌ای از پهلو و دادن چراغ سبز اون کار کردن و هنوز هم دارن ادامه میدن، یعنی داستان تمام نشده. و بعد یک موجی که بلند شد گفتن گرفتیم بزدیم سوال کردیم 6 نفر بود فلان بود، سر صداش خوابیده شد. یعنی اینها همونایی هستن که قاتلین رو یواشکی از زیر سایه در میبرند و در کشوری که قاتل یک زن که وزیر آقای روحانی بوده میکشه، بعدش هم مرخصی میگیره میاد چیز، در اونجا بچه نوجوان به دار آویخته میشه. این سطح وسیع در سطح کشور رژیم ناتوانه از کشفش. تردیدی نیست که نخیر خود رژیم سازمانده این قضیه است و برای مرعوب کردن جوانها صورت بگیره و خوشا از اینکه جوانها به هیچ وجه عقب ننشستند بلکه هم دست رژیم در این جنایت رو شده. مثل داستان قتل‌های زنجیری است این اتفاق، همون اتفاق با همون خشونت بیگمان وزارت اطلاعات، سپاه و دولت و بسیج در این جنایت نقش سازمان یافته دارند. تردیدی نیست، اینا همه مردم میدونن. شما فقط تصورش بکنید که اینها این اتفاق به این عظیمی در 2 ماه مطرح شده به جهان را هم تکان داده. هیچ اقدام قابل لمسی حکومت آدمکشان انجام نداده. پس یعنی بگه اینجا که بچه را که گول نمیزنن، روشنه که این اقدام از بالا و به قول شما به وسیله آتش به اختیارا و سربازان مخفی امام زمانه که این جهنم داره بر جوانان ما میره. اما نه خانواده جوانها نه خود جوانها مرعوب این تعرض حکومتی به این شکل کثیف نشدن. این هم یک نکته مهمیه. بسیار سپاسگزارم.
رفیق حسن، شما اگر اجازه بدید از همکارمون خواهش میکنم که یک کلیپ پخش کنن خیلی کوتاه و به بخش دوم برنامه‌مون ادامه میدیم بعد از کلیپ. در خدمتم عزیزم، صاحب اختیارید. قربون شما. هموطن میان کوچه ها برای حمله ناگرفته خون پای ریخته برای زن زندگی آزادی برای شادی وطن برای تو ما و من برای زن زندگی آزادی. به دست خسته میکوبد، میزند فریاد، میزند فریاد، میزند فریاد، میزند فریاد، میزند فریاد، میزند فریاد، میزند فریاد و امید کمک دارد. با سلامی دوباره بینندگان عزیز، در برنامه امروز همراه هستیم با رفیق مبارز و انقلابی حسن حسام که قطعا ایشون رو میشناسید و لازم به معرفی ندارن. درودی دوباره رفیق جان. درود بر شما با این شعر زیبای نیمایوشی که دوستان خیلی قشنگ اجرا کردن. شعر ماندگار نیما است که آی آدم ها که در ساحل نشسته شاد و خندانی، یک نفر دارد
که دست و پای دائم میزنند در آب، یک نفر دارد و الاخر. زیباست. مرسی. سپاسگزارم. خب رفیق حسن، از اوایل این خیزش انقلابی ما شاهد این هستیم که خیلی ها میخوان که مهر خودشون رو به این خیزش بکوبن و به یه نوعی میخوان از بالای سر مردم آلترناتیو سازی کنن و خیلی در خیلی از برنامه‌هامون ما در این مورد صحبت کردیم که آیا همچین چیزی امکان پذیره، آیا این اصلا بوی از دموکراسی برده یا نه. اما ما شاهد این هستیم که منشورهای مختلفی در این مورد داده شده. شاید منشور رضا پهلوی و یارانش و چندین منشور دیگه، اما منشوری که بسیار میشه گفت خواسته های مردم بوده، خواسته های مردم در اون منشور بوده و منشوری هستش که از داخل کشور منتشر شده، خواسته های خود مردمی هستش که در خیابون ها هستن، خواسته های کارگران، معلمین، بازنشستگان و کل طبقه کارگر که سال هاست داره برای ابتدایی ترین حقوق خودش مبارزه میکنه به شیوه های مختلف، اعتصاب، تجمع و حتی راهپیمایی خیابانی و داره تاوان هم پس میده در طول تمام این سالها. شاید این منشور 20 تشکل مستقل مدنی بود. شما نظرتون در مورد این منشور چیه؟ خب شما و سازمان شما هم از جمله این سازمان ها هستن، سازمان های چپ و کمونیست که از این منشور حمایت کردن و افراد بسیار زیادی هنوز هم داره کامل میشه امضاهاشون که دارن از این منشور حمایت میکنن. دوست دارم که اول نگاهی به این منشور بندازیم و بعدش هم مقایسش کنیم با منشورهای دیگه. سپاسگزارم. روی نکته مهمی انگشت گذاشتید که در آغاز صحبت من عرض کردم که از دستاوردهای این جنبش 6 ماه و نیمه این بود که فرصت بردن گفتمانهای مختلف به میان نیروی کار و زحمت. هر نیروی طبقاتی میکوشه با جمع جور کردن خودش خطاب به مردمان ایران پروژه خودش رو مطرح کنه و خودش رو در واقع معرفی کنه و برنامهش رو ابلاغ کنه. حالا به قول شما میرسیم در دور بعد که این پروژه‌ای که نوه رضاخان میرپنج و اون 6-7 نفر سیبرتی و هم یه جا بگم مترسک ها که امیدوارم که بینندگان ناراحت نشن، مترسک هایی که دور این نوه رضاخان هستن جمع شدن و اون منشور دادن از بالای سر مردم و با تکیه بر دول امپریالیستی و با گدایی از این سفارتخانه و اون مجمع میکوشن که جابجایی قدرت سیاسی رو با حفظ نظام، با حفظ شرایط از بالا تامین کنند. و حتی کار به جای رسید که اخیراً در این کنفرانسی که در تورنتو شد، شهریار آهی مشاور نزدیک رضا پهلوی برخلاف رضا پهلوی که مطرح کرد که ما پاسدارانی رو که سپاهی رو که آدم نکشته در ارتش ادغام میکنیم که البته ما سپاهی که آدم نکشته نداریم، همشون آدم کشن، ولی با این حال او گفت نه، ما سپاه رو منحل نمی کنیم، سپاه رو باید نگه داریم. در چنین وضعیتی که نیروهای طبقاتی مختلف تلاش میکنن که با نام مهسا مصادره کنن انقلاب نیروی کار زحمت رو، منشور 20 ماده‌ای، منشور 12 ماده‌ای واسه 20 نیرو به میدان آمد که ویژگی های کاملا استثنایی داشت. اولین چیزی که تو این منشور دیده میشه به درستی برای تو دهنی زدن به منشور سلطنت طلبها و طیف جمهوری خواهان رنگارنگی که هم‌آوازن، مثل شورای مدیریت تصمیم، شورای مدیریت گذار و که نمیخوام نام ببرم. این انقلاب از پایین نه از بالا، راحل از اعماق بالا میاد، نه بر بالای سر مردم. نقد و نفی
هر نوع جابجایی قدرت سیاسی در بالا است. در ذات این منشور 12 ماده است. استقلالش رو از مداخله دول خارجی بیان میکنه در همه عرصه ها، برخلاف اون منشور که اصلا موفقیتش رو در پیوند با عوامل خارجی به سفارتخانه های خارجی میبینه. این استقلال میکنه و از روی 3 4 5 بند انگشت میذاره که به سهم خودش به عنوان یک دستاورد بی‌نظیره. یکیش تکیه تمام عیار، هرچند کامل نیست، هرچند جامع نیست و میتونه هم تکمیل بشه هم تدقیق بشه، روی زنانه. برابری زنان در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی جزء خواسته های روشنشه. مسئله دیگرش آزادی بی قید شرطه، آزادی بی قید شرط بیان، حق تشکل و حق حضور اجتماعی، برخلاف اون منشور که بخواد با نگه داشتن سپاه و دستگاه امنیتیش اصلا عملا آزادی بیان رو بگیره. هنوز همسر خانم همسر نوی رضاخان میرپاییز از همین الان تهدید میکنه که ملا و مجاهد و چپی رو باید سربنیست کرد و علیه اون یه رو نویسنده میگه که تو چرا میگه از حقوق مجاهدین باید دفاع کرد؟ کشتار 60 رو میخواد انکار کنه، کشتار 44 سال رو میخواد انکار کنه، کشتار 50 سال سلطنت پهلوی انکار میکنه، باید به همین کشتار 6 ماه برسه. این از همین الان خشونت زمخت رو داره و اینا در تظاهرات رو ما ببینیم که به شکل حجمه، تعرض با جلو انداختن لات‌ها و قلچباق‌ها و شعبان بیمخ‌های دوره کوتاه رضاخانی و خانواده پهلوی میخواد اینجا میدان باز کنه. و این برعکس معتقده که با سازماندهی از پایین بر سر مطالبات روشن در چارچوب دفاع از آزادی بی قید شرط بیان و عقیده برای دگر اندیشان و هر نوع اندیشان و مذاهب و فرق و بعد نکته مهمش چکه بر حقوق ملل ساکن ایرانه. و اونجا فرصت جامع و کافی نبوده نیست که برای سرم باید تکمیل بشه. ما جزء نیروهایی هستیم که معتقد به حق تعیین سرنوشت ملل ساکن ایران تا حد جدایی هستیم. خود ما پیشنهاد اتحاد داوطلبانه میکنیم، ولی به خاطر این ملتی که اگر بخواد جدا بشه که اصلا وجود خارجی در ملل ساکن ایران نداره، حق نداریم با تیر و تفنگ و کشتار در واقع جلوش بگیریم. اتحاد داوطلبانه از طریق دادن امکانات و فرصت‌های برابر به ملل ساکن ایرانی که این برادری و خواهری رو در سطح 80 میلیون ممکن میکنه. وگرنه با زور و چماق و محروم، شما نگاه کنید بلوچستان اصلا محروم از تحصیل، محروم از زندگی، یک گاوش رو نمیتواند علف بدهد به خاطر نبود آب، یعنی نان نمیتونه بخوره، در حد جان کندن. اونجا معلومه که بزهکاری است، معلومه که قاچاقبره. شما نگاه کن کولبران ما چرا کولبری میکنن و کشته میشن؟ نفتبران، سوختبران ما اونور چرا این کار میکنن؟ کار نیست. باید سفره خانواده با حداقل نان بخورده میر به قیمت جان این جوانها تمام میشه. ما در چنین جا این منشور پایه های نقد این قضیه رو بیان میکنه، مطالباتی رو درخواست میکنه. هر بچه میدونه که بدون استثناء این نه فقط در توان جمهوری اسلامی نیست، هر دولت سرمایه‌داری هم بیاد قادر نیست این مطالبات رو تحقق کنه. بنابراین اولا چون در داخل زیر سرکوب، زیر شمشیر و اعدام و زندان و شکنجه است، نمیتونه اونجا بگه مرگ بر جمهوری اسلامی. بعد با یک طیف رنگارنگ غیر ایدئولوژیک هست که از مسلمان و نیروهای متوسط و برخلاف از نیروهای متوهم و تاچب انقلابیست نمیتونه بگه زنده باد کمونیست، زنده باد سوسیالیست، بلکه با تعبیر معناگیش خواهان عبور از جمهوری اسلامی و برای تحقق اونا به طور روشن عبور از در یک انقلاب اجتماعی است.
خب البته وقتی که من از این منشور حرف میزنم بازش در درجه اول دفاع میکنم، بزرگترین 3 بار تاکید میکنم اتفاق این منشور آتش گذاشتن زیر پای سلطنت طلبا و این شبه ملی های از نوع عبدالله معتدی است که وارد ساخت و باخت و عقد ازدواج با نوی رضاخان میخوان بشن. اینو آتش زده این بساطشونو، راست رو به ولوله انداخته، این منشورهای غلابی رو به خاکستر تبدیل کرده، نشون داده که او از پایینه و اونها از بالا و آقا فرموده است. و بزرگترین دستاوردش که سیاسی است این معنا رو داره و گام‌های اولیه است. مسلماً این باید هم پخته تر بشه، من چک سفید نمیدم به این منشور، هم باید پخته تر بشه، هم باید دقیق تر بشه. من چند جا صحبت کردم و از عزیزان شرکت واحد نام بردم که اونها در یک نقدی بسیار رفیقانه نوشتن که چرا بار سرمایه‌داریش بیشتر نشده، نقش طبقه کارگر برجسته‌تر نشده، که البته باید بشه. در همه بندهاش تدقیق به تکمیل یک نیازه، ولی من به خودم اجازه و از اینجا بشیرم سود بلبلی بزنم بگم گردش کن. اون عزیزانی که در اون فضا با اون ترکیب اجتماعی این هنر رو به خرج دادن، یک اراده مشترک رو به نمایش بگذارند، یک راه حل از پایین رو برای انقلاب ما پیشنهاد کنند، در مقابل بالاسری از بالای سر مردم مداخله فضولی کردن، این یک اتفاق تاریخی است. و همین دلیل ما تعدادی از احزاب چپ از جمله حزب شمایی که نقطه دیگر هم نیست که جالبش اینجاست که احزابی که در کنار همدیگر نمی نشستن، من اینجا نمیخوام با اجزا نام ببرم، در کنار همدیگر نشستن، یه اتفاق میمونه برای من حسن حسام. اتفاقی این منشور ایجاد کرده که هر جانی ما میکندیم در لحظه تاریخی کنونی 6 ماه دیگه داستان فرق میکنه، در 2 سال دیگه فرق میکنه، اصلا قاطی بشن نمیدونم، ولی در لحظه کنونی احزابی در کنار هم دیگه نشستن که به سادگی این به لطف بود. این منشوره، 1-2 تا حزب هم نیستن، نمیخوام نام ببرم آگاهانه منو ببخشید، نمیخوام سانسور کنم ولی ضرورتی نمیدونم. و بعد احزابی که با هم دیگه اختلاف و برنامه‌های عمیق دارن، اینها هم در کنار هم نشسته و بخش بزرگی از تشکل‌های غیر حزبی و منفردین چپ انقلابی و کمونیست رو یک طیفی رو در کنار همدیگه گذاشتن، 6-7 تا و بیشتر حزب و احزاب هستند که حمایت میکنن و نهادهای مدنی در کنارشون هستن و درها فعال انقلابی کارگری و مدنی یا منفرد یا متشکل و اینها که تا حالا شما حتما اطلاع دارید که این امضاهای حمایتی از 1000 تا گذشته. یعنی این یک اتفاق بزرگیه که اولین بار نیروهای چپ کمونیست، نیروهای سوسیالیسم که خواهان عبور از سرمایه‌داری هستند و مخالف عمیق انقلاب از بالا و کلاه گذاشتن سر مردم هستند، به انقلاب از پایین باور دارند، به وسیله نیروی کارزحمت در کنار همدیگر گرد آمدن. در 44 سال گذشته چون این اتفاق میمونی کاری جان وجود خارجی نداشته و میشه گفت اینم یکی از شور این اتفاق افتاد. ببخشید این همبستگی و اتحاد احزاب خارج از ایران، کسایی که الان حزب‌های مختلف، افراد مختلفی که شما نام بردید که در طول 44 سال در کنار هم ننشستن و الان به خاطر یه بیانیه اینطور یک منشور اینطور با هم متحد شدن، هم رأی شدن، هم نظر شدن و در پشتیبانی از یه منشور، میشه گفت در پشتیبانی از خواست ملت ایران اینطور کنار هم هستن، یه دستاورد دیگری از انقلاب ژیناست. و درسته که مردم در داخل ایران اینطور با شکوه از هم حمایت کردن، اما در خارج از ایران هم ایرانیان عزیزی که
حالا چه افراد باشن مستقل باشن، فعالین مستقل باشن، چه احزاب چپ باشن، کلا همه اونایی که دل در گروه آزادی و برابری مردم ایران دارن این همبستگی رو از مردم ایران آموختند و اختلافات حالا چه جزئی چه کلی رو کنار گذاشتن برای یه هدف بسیار بزرگتر و اونم آزادی و برابری هستش و سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و بنیاد نهادن یک حکومت آزاد و برابر. زمان برنامه خیلی کمه، داره به اتمام میرسه. البته زمان برنامه 1 ساعته خوبه، اما خب ما داریم به دقایق پایانیش نزدیک میشیم. میخواستم یه نگاهی به نوروز بندازیم. خودتون میدونین که چند روزی قبل از نوروز تبلیغات زیادی بود که نوروز ژینا یا کلا از نوروز و مراسماتش، چه چهارشنبه سوری، چه نوروز، چه 13 بدر، یه حال و هوای دیگه ای داشت و حتی تبلیغاتش هم تبلیغات متفاوتی بود نسبت به سالهای گذشته. و ما در سال جدید و تعطیلات نوروزی شاهد اتفاقای بی‌نظیری بودیم، اتفاقات و شادی هایی که همراه بودن با غم و اندوه، اما یه حسی در تمام تصاویری که پخش می شد و در شعارها و تصاویری که می دیدیم حس همبستگی بود، حس اتحاد بود، حس ادامه انقلاب بود، حس اینکه انقلاب هنوز هم شعله‌ور هستش، برخلاف کسایی که میگن انقلاب دیگه داره شعله‌هاش خاموش میشه یا مردم در خیابون نیستن. شما تعطیلات نوروزی رو از چهارشنبه سوری تا 13 بدر رو چطور دیدید و هم این همبستگی مردم که در طول تقریبا داریم به 7 ماه میرسیم، در 7 ماه گذشته شما این رو در تعطیلات چطور دیدید؟ شما اولا خودتون به حدی تصویر قشنگی از این فضا دادید که من میتونم بگم در بس با شما هم آوازم و در ادامه صحبت شما میخوام بگم نوروز امسال نوروز ویژه‌ای بود. اندوه و شادی با هم گره خورده بود. اندوه با داغداران و دادخواهان و چشمانداز یک فردای روشن شاد آور، یعنی این دوتا در هم گره خورده بود. من در شعری دارم که بگم این همیشه ساعت تحویل سال غمگین است، هر سال هم هماره چنین است. نمیخوام همشه بخوانم که من فکر میکنم به بنفشه که از ره نیامده میمیرد. این بنفشه های ما هنوز شکل نیافته همه افتادن، تمام شدن. این یک بخش قضیه است. ولی بخشی که میبینیم که پدر بر سر مزار پسر میرقصه، مادر کف زنان آواز میخوانه، در سراسر ایران اینجا و اونجا تقریبا همه جا روحیه‌ای که سیاه جامه دریدند و به سمت پیشواز بهار، نه بهار فصلی که زیباست به سمت خودش به درخشانه، بلکه به سمت بهاری که در چشم اندازه دارن راهپیمایی میکنند. این و بعد علیه تمام ارزش‌های عرفی این حکومت ارتجاعی ما قبل قرون وسطایی و ضد آزادی به قول شاملو که خنده را بر دهانها میدوزند و اینها شعر زیب روزگار غریبی است نازنین، عشق را در پستوی خانه نان باید کرد. در چنین فضایی شما می‌بینید 13 دخترها حجاب برداشته، سبزه تو دستشون، رقصان، دست جمعی، اصلا کائنات ایدئولوژیک رژیم رو علی رغم کشتار و سرکوبش به سخره گرفتن و اعلام میکنن که سینه به سینه در رو هستن. این آخرات دیدید که کار به جایی کشید که علی خامنه‌ای آمد باز داستان حجاب و مطرح کرد و داستان فشار. چرا نام ادارات وارد بشی، اگر با حجاب بشی فلان بشی، بغازاره بسته، با اینا مردم اهمیت نمیدن. در کشته شده همون فرهاد تفلکی کارگردانی که پریروز اتفاق افتاد، ببینیم هنرپیشه‌ها بدون روسری در صحنه ظاهر شدن. عید نوروز بخشی ادامه مبارزه انقلابی 6 ماه است و مقاومت مدنی مردمی است که هیچ سطحی از ارعاب و
محرمات ایدئولوژیک این رژیم جهنمی را بر نمیتابند و آزاد و رها به پیشواز بهاری که در چشم انداز هست میرند و من آرزو میکنم که گامهاشون یک روزی بر روی زمین سبز بهار انقلاب برسه که تردید ندارم این اراده لایزال همچه چیزی را متحقق خواهد کرد و این بکش و بگیر ببندها کاری از پیش نخواهد برد و بلکه به سهم خودش علی الرغم که متاسفیم که میگیم اتحاد داوطلبانه خلقها، اتحاد مردمان سراسر ایران، اتحاد نیروی کار و زحمت رو، اتحاد زنان، جوانان، دانشجویان و کارگران رو هر چه پیشرفته تر و بیشتر به سازمان یافته تر میکنه به امید پیروزی این حرکت درخشان دوره انقلابی که ما در آستانه راهپیماییش هستیم. بله، یه چند دقیقه فکر کنم من خیلی در مورد زمان مبالغه کردم چون 7-8 دقیقه از برنامه مونده. ترسونین من سردو بحث ما قیچی کردم که برنامه شما رو به هم نزنم. خیلی عذر میخوام. خب الان که زمان داریم چه بهتر که به یه موضوع بسیار مهم دیگه هم بپردازیم. اینکه شما در اوایل حرفاتون اشاره کردین به طبقه کارگر با اعتصابات و اعتراضاتش الان هم در میدانه و اشاره کردین چه خوبه که الان کارگران با مردمی که در خیابون‌ها هستن هر دو در یه میدان باشن. شما فکر نمی‌کنید که دیگه واقعا وقتش کارگران تشخیص دادن که توازن قوا بسیار بسیار به نفعشونه و ما همه ما هم میدونیم که با توجه به شرایط اقتصادی که مردم ایران با اون مواجه هستن، گرانی کمر شکن و تورم افسار گسیخته، نمیدونم همه اینها دستمزدهای معوقه، همه اینها فشارهای بسیار زیادیه برای طبقه کارگر که خیلی هم نقد گرفتن که چرا در انقلاب ژینا نقششون کمرنگ بود. ما میتونیم بگیم که قطعاً و 100% همونطور که از 4 کارگر اعدامی ما دیدیم و بیشتر کشته شدگان این خیزش کارگران بودن، مردم زحمتکش بودن، در کردستان بیشترشون کولبر بودن. همه اینا نشون میده که فرد به عنوان فرد در خیابونها بودن اما منسجم و حالا به نام یک کارخانه، یک شرکت با پرچم خودشون نبودن. اما دیگه فکر نمی کنی که موقعی رسیده که واقعا همه ملاحظاتی رو که دارن کنار بذارن و گام به گام مردم و همراه مردم باشن و با اعتصاباتشون کمر رژیم رو بشکنن؟ رفیقان جان، شما پرسش شما خیلی درسته، ولی حقیقت قضیه هستش که ما الزامات و مشخصات و ویژگی های بخش کارگران صنعتی رو و بخش های دیگر، اون ویژگی به ویژه کارگران صنعتی سازماندهی هماهنگ امر ساده ای نیست، چون همه کارگران که یک دست چه میگن پیراهن قرمز پوشیده در میدان نیستن. کارگران زنش به مردش، خانواده داره، نان میخواد، در شده که گوشت نمیتونه بخره، آب نمیتونه بخره، نه هزار جور گرفتاری داره و البته میدونه که از دل فقر مطلق انقلاب در نمیاد. خب یک بخشی از این انرژی صرف تامین حداقل زندگی میشه، یک بخش دیگر هم خب این تنوع طیف نیروی کار رو هماهنگ کردن به یک نقطه تحقیق کننده رساندن یک روندی لازمه. البته ما نیروهای چپ و کمونیست بر این باوریم که انقلاب ایران بدون گره خوردگی نیروی کار و زحمت با جنبش انقلاب مدنی و جنبش اجتماعی و حرکت مشترک توامان ناممکنه. به زبانی دیگر جنبش خیابانی بدون پیوند ارگانیک با جنبش طبقه کارگر سازمان یافته شانس پیروزی نداره. اون هم جنبش کارگر سازمان یافته در یک اعتصاب عمومی و سراسری، یعنی بدون یک اعتصاب عمومی سراسری، بدون گره خوردگی این اعتصاب عمومی سراسری، با جنبش همگانی وسیع شهری و خیابانی
شانس پیروزی نهایی برای انقلاب مقدور نیست. البته همه داده ها در این 6 ماه و نیم نشان داده که گام به گام ما به این سمت داریم نزدیک بشیم. این نزدیک شدن به قول معروف دور هست اما دروغ نیست. من تردید ندارم، اینجا میخوام به همین سیخکی بگم، تردید ندارم که این گره خوردگی در چشماندازی نه چندان دور خودش نشون خواهد داده. بگی 2 هفته دیگه است، 2 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، حتی 1 سال دیگه است. هیچ انقلابی، کمتر انقلاباتی هستن که سری برن. انقلاب 57 سرهمبندی کردن رفیقانی، برای اینکه جلوی رادیکالیسم انقلاب 57 بگیرن به سرعت در کنفرانس گوادالوپ ساخت و باخت کردن. ارتش آمریکا ساخته رو به دستور ژنرال هویزر بی‌طرف اعلام کردن. یک جریان جهنمی کابوس جمهوری اسلامی رو بر سر مردم سوار کردن تا جلوی رشد انقلاب رو بگیرن. ولی الان تجربه 57 نشون داده که نه ما همه با همی هستیم و نه عرض کنم که با یه سوتبولی یک انقلاب عمیق همه جانبه پیش خواهد آمد. بنابراین میدونم که هزینه خواهیم داد، میدونم که این دردناکه، ولی برای یک اتفاق بزرگ چاره ناپذیر. خود من اینجا نشستم، در رژیم شاه زندان بودم، در جمهوری اسلامی زندان بودم، مدتی پای اعدام بودم، زیر شکنجه 6 ماهه وحشتناک بودم که تمام پاهم علامتش موجوده و بالاخره هزینه باید بده و در سالاداری طبیعی ناخواسته گیر کردیم. بنابراین جنبش انقلاب هزینه داره. البته نوه‌های من دارن الان کشته میشن و این داغ به دل منه، ولی بدون هزینه دادن در همه عرصه ها یک دستاورد بزرگ ممکن نیست. من تردید ندارم که این گره خوردگی نیروی کار زحمت با هم، جنبش سراسری، اعتصاب سراسری و جنبش خیابانی به هم دیگر در رأس جنبش زنان، جوانان، کارگران متحقق خواهد شد. دیر نیست، دور نیست و اتفاق میفته و ما برای که این اتفاق به درستی بیفته هم باید گفتمان چپ انقلابی، چپ کمونیست، چپی که خواهان تحول جامعه دگرگون رو با حوصله و دقت، با مسئولیت به میان اکثریت عظیم ببریم. چون مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست گفتن انقلاب رو حاکمیت اکثریت عظیم برای اکثریت عظیمه، یک طبقه به تنهایی انجام نمیده. بنابراین در اون سو حرکت بکنیم و باید بکنیم و بدون سازماندهی، بدون تشکیلات این پیش نخواهد. بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که در آینده بسیار نزدیک ما هم دیگر رو در ایرانی آزاد و برابر ببینیم. چون این باد رفیق جان. خیلی متشکرم که من به کردستان خواهم آمد و شما و عزیزان شما رو به رشت دعوت میکنم. قطعا بسیار خوشحال میشیم، جای افتخاره. متشکرم که وقتتون رو در اختیار تلویزیون ما و برنامه ما گذاشتیم. با سپاس از شما به شکیبایی بینندگان عزیز. خیلی ازتون ممنونم. بله بینندگان عزیز، به دقایق پایانی برنامه زنده امروز رسیدیم. آنچه که تقدیمتون شد گفتگویی بود با رفیق حسن حسام در مورد نگاهی به انقلاب ژینا، دستاوردهاش و همینطور آینده‌ای که پیش روست. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا دیداری دوباره شاد و سربلند باشید. به امید پیروزی.